بهشون شوک وارد بشه، چون خاصیت ارتجاعی داره. دقت بکنید ماشینتون اگر 2 تنه شما نباید تسمه‌تون بیشتر از 2 برابر وزن ظرفیت داشته باشه. تسمه 6 تنی اگر استفاده کنید همون خاصیت ارتجاعی از بین میره، هم ممکنه براتون خطرساز بشه. دمپینگ روی کابل وینچه. توی این وزنه میندازیم، میذاریمش روی کابل وینچ. زمانی که کابل به هر دلیلی از هر جایی پاره بشه دیگه بر نمیگرده روی ماشین، روی راننده خطرساز بشه. این باعث میشه کابل همونجا بخوابه روی زمین. یه قرقره 9000 داره. قرقره کارش چیه؟ زمانی که فرض کن گیر کردی، ماشین رو بستی به درخت، با این قرقره رو میبندیم اینجا، کابل رو از توش رد میکنیم، دوباره برمیگردیم میبندیم به اون طرف سپر. وینچ که شروع میکنه به کار کردن انگار 2 برابر داره کار میکنه. یه دونه کابل رفته، یه کابل برگشت. قرقره خیلی مهمه. 2 تا هم شکل داره. این شکل‌ها برای بستن کابل یا وینچ یا هر چیزی به هر جای